این قسمت پیشکش می شود به تمامی پیشگامان سینمای متفکر ایران. اواخر دهه 40 خورشیدیه. کشور ایران به واسطه سرریز شدن دلارهای نفتی به اقتصادش در حال توسعه طبقه متوسط شهری و تحصیل کرده است. شهرنشینی برخلاف دهه‌های قبل رشد قابل توجهی کرده و طبیعتاً این طبقه نوظهور احتیاج به خوراک فرهنگی تازه‌ای داره. در اواخر همین دهه است که تئاتر ایران تحولی تازه پیدا میکنه و با حضور چهره‌هایی مثل علی نصیریان، حمید سمندریان، علی رفیعی، داوود رشیدی، اکبر رادی، عباس نلبندیان، آربی آوانسیان، پری صابری و بهرام بیضایی پوست اندازی میکنه و از شمایل تئاترای سرگرم کننده معروف به لاله‌زاری عبور میکنه. توی همین دهه است که جشنواره‌ها و مراسم‌های مختلف هنری پا می‌گیرند و نویسنده‌های مهمی مثل غلامحسین ساعدی، هوشنگ گلشیری، احمد محمود، سیمین دانشور و محمود دولت‌آبادی پا به عرصه ادبیات داستانی ایران می‌ذارند. و باز هم در همین روزهاست که تعدادی جوان جویای نام کم کم وارد سینمای ایران میشن، نسلی که بعدها به عنوان موج نو معروف شدند. فیلم فارسی. درسته که سینمای ایران به واسطه کارگردان‌هایی مثل فرخ غفاری، فریدون رهنما، ابراهیم گلستان و فروغ فرخزاد تلاش‌های مهمی رو در زمینه سینمای هنری و متفکر انجام داده بودند و نتیجه اون فیلم‌های مهمی مثل جنوب شهر، خشت و آینه و خانه سیاه هست شده بود. اما این تجربیات به دلیل فضای فرهنگی اوایل دهه 40 به سرانجام مطلوبی نرسید. چرا؟ چون فضای کلی سینمای ایران در تصاحب فیلم‌های عامه پسندی مثل سلطان قلب‌ها، گنج قارون و آقای قرن 20 و غیره بود که تحت تاثیر سینمای سرگرم کننده ترکیه، مصر و هند ساخته می شدند و مؤلفه های تکراری مثل قهرمان کلا مخملی، کاباره، رقص و آواز، دختر پولدار پسر فقیر، دفاع از ناموس و البته پایان خوش در اغلب اونا قابل ردیابی بود. آثاری که عموماً با بازیگرای یکسانی هم ساخته می شدن مثل محمد علی فردین، ناصر ملک مطیعی، فروزان، شهناز تهرانی، تقی ظهوری و بیکی مانوردی. فیلمایی که دکتر هوشنگ کاووسی به اونا لقب فیلم فارسی رو داد و این لغت رو در ادبیات سینمای ایران ماندگار کرد. موج نو. تو فاصله سالهای 1345 تا 1350 تعدادی کارگردان جوان که سن اونا اغلب به 30 سال هم نمیرسید وارد سینمای ایران میشن و تحولی بزرگ رو رقم میزنن. این افراد سهراب شهید ثالث، عباس کیارستمی، پرویز کیمیاوی، ناصر تقوایی، داریوش مهرجویی، هژیر داریوش، محمد رضا اصلانی، امیر نادری، علی حاتمی، مسعود کیمیایی، نصرت کریمی، جلال مقدم، پرویز صیاد، بهمن فرمانآرا، بهرام بیضایی، فریدون گله، خسرو هریتاش و کامران شیردل بودند که خاستگاه اونا یا مثل نصرت کریمی، کیمیاوی و مهرجویی دانشکده‌های سینمایی خارج کشور بود یا مثل بیضایی و تقوایی از دنیای ادبیات می اومدن و یا مثل کیمیایی و امیر نادری تجربه کار حرفه‌ای در مقام دستیار یا عکاس رو در سینما داشتن. فیلم ها. مشتسن با تو هم بابا. من مشتسن نیستم، من گاب مشتسنم. همون جوری که گفتم شروع ساخت فیلم‌های هنری و خارج از جریان فیلم فارسی به اوایل دهه 40 برمیگرده، ولی اولین بار به طور رسمی همزمانی ساخت و اکران 3 فیلم قیصر کیمیایی، گاو مهرجویی و آرامش در حضور دیگران ناصر تقوایی در سال 1348 عنوان موج نو رو از طریق نشریات اون دوران وارد ادبیات سینمای ایران کرد. بیراه نیست اگه حد فاصل سالهای 1348 تا 1357 رو سالهای طلایی سینمای ایران در قبل از انقلاب اسلامی بدونیم که فیلم‌های خیلی مهمی مثل یک اتفاق ساده شهید ثالث، رگبار بیضایی، گوزن‌ها ساخته کیمیایی، گزارش از عباس کیارستمی و کندو از فریدون گله تنها بخشی از اون دوران طلایی هستند. اقتباس. یادتونه که گفتم بعضی از کارگردانای جوون اون موقع یعنی اواخر دهه 40 یا ریشه در ادبیات داشتن یا در فضای ادبی اون دوران حضور جدی داشتن.
مثلا رابطه مهرجویی با غلام حسین ساعدی یا بهمن فرمانآرا با هوشنگ گلشیری. همین قضیه باعث شده بود بسیاری از آثار موسوم به موج نوی سینمای ایران اقتباس‌های ادبی باشند که از نمونه‌های شاخص اون میتونیم به داشاکل ساخته کیمیایی بر اساس داستانی از صادق هدایت، گاو ساخته مهرجویی بر اساس داستانی نوشته غلام حسین ساعدی، ملکوت ساخته خسرو هریتاش بر اساس رمانی به همین نام نوشته بهرام صادقی و توپلی ساخته رضا میرلوحی بر اساس رمانی از جان اشتاینبک اشاره کرد. این رفیقت مثل اینکه یه خود خلوزه، اما جای 3 آدم کار میکنه. میدونم، اما یه خود سیماش قاطی پاتیه. تو باید یه خود مواظبش باشی که یهویی کار دست خودش نده. فهمیدی یا نه؟ چطور میگه؟ تو باید بیشتر مواظبش باشی که اون زنی که همون سانسور با شدت گرفتن تحولات سیاسی منجر به انقلاب سال 1357 فشار و توقیف روی آثار سینماگرای موج نو افزایش پیدا میکنه. تعدادی از مهمترین فیلم‌های اون دوران مثل گوزن‌ها، دایره مینا، شازده احتجاب، آرامش در حضور دیگران و برهنه تا ظهر با سرعت جزو فیلم‌هایی بودند که توقیف شدند و با اصلاحات زیادی بعد از چند سال اکران عمومی شدند. زمانی که آگاهی خود اونها از یک طرف و فشارهای سانسور از طرف دیگه جلو انتشار کارهای اونها رو میگیره، سینمای ما رشد میکنه. و زمانی که یک گروه از نویسندگان ما به سینما رو میارن، سانسور وارد سینمای ما هم میشه. حضور بین المللی. اولین حضورهای بین المللی سینمای ایران در جشنواره‌های معتبر جهانی با همین آثار رقم میخوره. مثلا خشت و آینه گلستان یا گاو ساخته مهرجویی برای اولین بار در جشنواره فیلم ونیز رونمایی میشن. خانه سیاهست فروغ فرخزاد به جشنواره کن میره و طبیعت بیجان شهید ثالث در جشنواره برلین موفق میشه جایزه خرس نقره‌ای بهترین کارگردانی رو دریافت کنه. سرانجام با وقوع انقلاب سال 1357 جریان سینمای متفکر هنری ایران برای چند سال دچار توقف و بلا تکلیفی شد. تعدادی از کارگردانان مثل پرویز صیاد، سهراب شهید ثالث و هژیر داریوش تصمیم به مهاجرت میگیرن و هرگز دیگه بر نمیگردن. یه عده مثل نصرت کریمی و فریدون گله تا آخرین روزهای زندگیشون اجازه فعالیت پیدا نمیکنن. ولی با تأسیس بنیاد سینمایی فارابی در سال 1362 و دوران نخست وزیری مهندس میرحسین موسوی، سینمای ایران یواش یواش به جریان میفته و کارگردانایی مثل کیمیایی، کیارستمی، بیضایی، علی حاتمی و ناصر تقوایی تعدادی از مهمترین و بهترین فیلم‌های دهه 60 رو می‌سازن. فیلمایی که بی تردید روی نسل‌های بعدی سینماگران تأثیر میذاره و باعث تولید فیلم‌های متفاوتی در سینمای ایران میشه. می ایس میسه نایی باشو